هر روز که از خواب بیدار میشیم، گوشیمون رو چک میکنیم. با عجله وارد روزمرگی میشیم و بی اون که بفهمیم غرق در شلوغی‌های جهان میشیم. اما چند بار در روز واقعاً با خودمون خلوت میکنیم؟ چند بار از خودمون میپرسیم حالمون چطوره؟ کجا دارم میرم؟ برای چی دارم زندگی میکنم؟ لازم نیست همه جوابها رو بدونی. فقط کافیه شروع کنی به پرسیدن سوالهای درست. اینجا 10 تا سوال هست که اگه هر روز از خودت بپرسی، زندگیت پررنگتر، آرومتر و هدفمندتر میشه. 1. امروز بابت چه چیزی شکرگزارم؟ قدردانی ریشه ی آرامشه. تو رو به لحظه ی حال برمیگردونه. یادت میندازه که توی هر بی‌نظمی هنوز زیبایی هست. بلند بگو، حسش کن. 2. امروز دلم میخواد چه احساسی داشته باشم؟ همیشه دنبال کار و وظیفه ایم، اما دنبال احساس چطور؟ دلت شادی میخواد؟ آرامش؟ اعتماد به نفس؟ خودت انتخاب کن. احساساتتو آگاهانه بساز. 3. الان واقعا چی برای من مهمه؟ خیلی وقتها کارهای فوری رو با کارهای مهم اشتباه میگیریم. این سوال تو رو برمیگردونه به اصل ماجرا. به چیزی که واقعاً برات ارزش داره، نه چیزی که فقط بلندتر فریاد میزنه. 4. امروز چه قدم کوچیکی میتونم برای هدف بزرگم بردارم؟ رویاها گاهی ترسناک به نظر میان، اما فقط یک حرکت کوچیک میتونه مسیرتو تغییر بده. پیشرفت بلند نیست، مستمره. 5. امروز دلم میخواد با چه کسی ارتباط بگیرم؟ روابط بدون نیت رشد نمی‌کنن. یه پیام، یه جمله محبت آمیز، یه نگاه همراهی. برای ارتباط جا باز کن. 6. آیا دارم با خودم مهربون رفتار می‌کنم؟ اون صدایی که توی سرت حرف میزنه منتقده یا رفیق؟ با خودت همون جوری حرف بزن که با کسی که دوستش داری صحبت می‌کنی. 7. دارم از چی فرار می‌کنم؟ هممون یه چیزی رو پشت گوش میندازیم. یه گفتگوی سخت، یه کار عقب افتاده یا یه حقیقتی که نمیخوایم ببینیم. وقتی اسمشو بیاری، قدرتشو ازش میگیری. 8. چی رو میتونم رها کنم؟ یه فکر؟ یه کینه؟ یه ترس؟ لازم نیست همه چیزو با خودت بکشی. گاهی سبکترین قدم یه دل کندنه. 9. آیا امروز بدنمو حرکت دادم؟ نه برای وزن، نه برای ظاهر، فقط چون بدنت منبع انرژیه. حرکت درمانه. 10. امروز چی یاد گرفتم؟ هر روز چیزی برای یادگیری داره. از زندگی، از دیگران، از خودت. فقط باید به اندازه کافی سکوت کنی تا صدای درس‌ها رو بشنوی. این سوالا فقط واژه نیستن، آینه‌ن. وقتی روزتو با تأمل شروع کنی، از حالت خودکار خارج میشی و شروع میکنی به زندگی کردن با آگاهی. پس بپرس و بعد گوش بده. جوابها همین حالا توی دل خودت هستن.